ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات مستقیم سالانش را با خبرنگاران داخلی و خارجی با تصویر پیشرفت ارتش روسیه در جبهه جنگ در اوکراین آغاز نمود. او هیچ اشاره نکرد که کرمل بهر رسیدن به صلح به کدام سازش و یا گذشته آماده است. در این ملاقات عنعنوی نتیجه گیری از سال 2025 که 19 دکتر دایر شد و زمانی راست میاد که پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ تلاش دارد تجاوز نزدیک به 4 ساله روسیه به خاک اوکراین را خاتمه بخشد. امسال این ملاقات چند ساعت مستقیم در شبکه‌های تلویزیونی روسیه پخش شد و در آن پوتین بار دیگر تکرار کرد که کشورش در جنگ با اوکراین پیش دستی دارد و مسکو تمام وظیفه‌های در نزدش گذاشته را اجرا خواهد کرد. پوتین جانب اوکراین را سببگار بنبست مذاکرات صلح نامید. آنها آن زمان هم نخواستند و بعد در استانبول هم نمیخواستند. ابتدا موافق بودند و به سندها امضا گذاشتند، سپس از همه سازش‌ها دست کشیدند. حاضر هم از ختم نزاع با واسطه تشبس‌های آسایشته خود را کنار میکشند. اما در هر صورت ما از طرف‌های گوناگون از جمله رژیم کیف بعضی اشاره‌ها را به ضرورت مکالمه می‌بینیم و احساس می‌کنیم. می‌خواهم بگویم که ما هم آماده هستیم و می‌خواهیم که نزاع بر پایه تقاضاهایی که در ماه ایون سال گذشته در وزارت کارهای خارجه روسیه مطرح نموده‌ایم خاتمه یابد. یعنی رفع سبب‌های ابتدایی سر زدن نزاع باید برطرف. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بارها گفته است که کشورش برای مذاکرات صلح آماده است، ولی مسکو کار را کشال می‌دهد و برای پایان دادن به جنگ میل نشان نمی‌دهد. چند ساعت پیش از ملاقات پوتین اتحادیه اروپا در مورد استفاده مبلغ‌های حبس شده روسیه به موافقت نرسید. طبق پیشنهاد میبایست این پولها برای اقتصاد اوکراین صرف میشدند. به جای آن اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که به کیف قرض امتیازناک برابر با 90 میلیارد یورو تقدیم کند.